رد آخوند قزوینی بر آخوند قزوینی در مورد روایات ام المؤمنین خدیجه در کتب اهل سنت. آخوند قزوینی از کتب اهل سنت خورده میگیرد که چرا تنها یک روایت از ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها روایت کردند. حضرت خدیجه چند سال با پیغمبر بوده؟ 15 سال قبل از بعثت، 10 سالم بعد از بعثت، 25 سال با نبی گرامی بوده. به ما بگید حضرت خدیجه قبل از هجرت فوت کردن. بله بعد از بعثت. بله بله شما درست 10 سال بعد از بعثت، 15 سال قبل از بعثت. بله 25 سال با نبی مکرم بوده. آقا اگر چنانچه هر سالی یعنی هر ماه حضرت خدیجه یک روایت از پیغمبر بشنوه، ببینید چقدر میشه. آقا بفرماد از حضرت خدیجه شما چند تا روایت دارید؟ به ما بگید دیگه. الان نمیدونم این دوستان میتونن این کتاب رو بدن با آنکن یا نه. بله کتاب اسماء الصحابه الرواد و مال کل واحد من العدد، مال آقای ابن حزم اندلسی، از کتاب‌های معتبرشون هست. بفرمایید این آقایان در صفحه 533 از حضرت خدیجه ام المؤمنین چند تا روایت؟ یک روایت نقل کردن. یک روایت. آیا امین الانصاف یبنت طلقا؟ جالب اینجاست که وقتی شبهه کم روایتی فاطمه رضی الله عنها در کتب شیعه مطرح می شود می گوید عصر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عصر روایت نبوده، چون خود ایشان زنده بودند و مجالی برای روایت نبود. صدیقه طاهره اولا در زمان پیغمبر خب جا نداشت صدیقه طاهره بیاد روایت نکنه، همونطوری که عایشه و دیگران در زمان پیغمبر روایت یعنی با وجود پیغمبر نوبت به دیگران نمیرسید. جناب آخوند قزوینی، ام المؤمنین خدیجه در زمان حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم چشم از جهان فرو بستند، در همان عصری که به قول شما مجال روایت نبود. اما فاطمه رضی الله عنها 6 ماه پس از وفات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زنده بودند و اگر هر روز یک روایت نقل می کردند بایستی 180 روایت در کتب شما داشته باشد. اما کجاست روایات ایشان؟